خودتان آن تغییراتی باشید که می‌خواهید در جهان بینید. خوشبختی آن است که فکر، گفتار و کردار تو با هم موافق باشند. اول آنها به تو اهمیت نمی‌دهند، بعد مسخره می‌کنند، سپس مقابلت می‌کنند و در آخر تو پیروز می‌شوی. کسی که خود را اداره می کند از کسی که شهر را فتح می کند نیرومندتر است. قوت حقیقی در مهربانی و محبت است، نه در نفرت.